الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، از سخنان زیبا و ارزشمند جناب مفتی حفظه الله تعالی بهره بردیم و همه استفاده کردیم و لحظات چند که از وقت باقی هست عرایضی را خدمت شما عرض می کنیم و به امید این که الله تعالی آنچه که حق است و ثواب و خیر به زبان این بنده ناقص جاری بگردانه. سروران این سال تحصیلی جدید فرا رسیده است و با شور و علاقه مدارس افتتاح می شوند و باز می شوند. دانشگاه های کشور، مراکز علمی و وقتی است که فرزندان و بچه ها و جوانان و نوجوانان سر کلاس می روند و چیز بسیار در همه دنیا چیز مبارکی است این آغاز سال تحصیلی جدید، چیزی که همه انتظارش را می کشند. مسئله علم و مسئله دانش در تمام فرهنگ ها بسیار مهم دیده میشه. صاحبان بصیرت و بینایی و انسانهای آگاه، ملتهای آگاه بسیار اهمیت قائلند برای علم، برای دانش، برای تحصیل، تخصص و بالاترین هزینه را در دنیا به همین قسمت میکنند، چرا که پایه توسعه در تمام دنیا با علم هست. علم دانسته میشه و دانش را قرار دادند و همه به این علم و دانش و تحصیل به عنوان پایه‌های اصلی و اساسی کشور خودشون و مملکت خودشون، ملت خودشون فکر میکنن. مردم استان، مردم کشور، اقوام اینجا، مذاهب اینجا باید این تفکر داشته باشند که از هر چه مشکلات دارند، هر چه نگرانی دارند، بالاترین نگرانیشون را باید علم قرار بدن. مناسب است که دانش قرار بدن. دانش‌های دینی و دانش‌های روز همه و همه حیاتیاً برای پیشرفت، حیاتیاً برای ترقی ملت ها. ملتی که دارای علم، دارای دانش توی دنیا رو ملت حساب میشه، حرمت داره، احترام داره. و شما مردم عزیز فکر کنید روی فرزندانتون. فرزندان به حال خود راه نکنید. بچه ها ممکنه نمیفهمند، کوچکان، ضرر ترک تحصیل نمیدانند، ضرر فرار از مدرسه را نمیدانند، اما شما میدانید که این بچه ها فردا پشیمان میشوند و من شما را ملامت میکنند که برای تحصیل بچه را اهمیت قائل نشد. این بچه الان به همین زرق و برق دنیا، به رانندگی و به موتور سواری و به حوالگردی و به این سرگرمی ها که برای
بچه هاست، بعضی بچه های به این علاقه نشان میده، ولی فردا که بزرگ بشه و به علم نیاز پیدا میکنه افسوس میخوره، حسرت میخوره. وقتی بچه های هم عصر و هم سنش را ببینه که رفتن دوره های دکترا را طی کردن، دکترا گرفتن، مدرک عالی گرفتن، رفتن تحصیل کردن، حافظ قرآن شدن، قاری قرآن شدن، رفتن عالم شدن. فردا این بچه ها هم به سر خودشون میزنن و هم پدر و مادر هم ملامت میکنن که چرا ما را در راه تحصیل نفرست. ما که نمیدانستیم. کسی گفت که الله یا بچه‌ای که بزرگ شده بگه من او که نمیدانست شما چرا من برخورد نکردید به من، چرا درگیر نشدید. الان اگر بچه را شما حوله بدید بزنید برای خیلی ناراض میشه، میگه پدر خشنه، ولی فردا که بزرگ بشه میگه کاش که این پدر من بیشتر میزد، وقتی که من کوتاهی کردم من رها نمیکرد، قهر نمیکرد. قهر از بچه ها نکنید، ویل کنی بچه ها نشید، ویلشون نکنی. بچه درس بخونه، با بچه درگیر بشی اگه درس نمیخونه و دنبال این سرگرمی ها و اسباب بازی و این مسائل، بالاخره این برای بچه گاهی نیازه، نه همیشه بازیگر باشه و زن دل به بازی بده، نه بره دل به علم بده، دل به درس بده و درس بخونه. بچه هایتون کمک کنید داخل کشور خارج از کشور برم برای علم و برم برای تحصیل و برم برای دانش. بچه هایی که مدرسه را ترک کردن برگردانید اونا را و الکلشون نشید، معلم برایشون بگیرید که اونا را کمک کنند، معلم تقویتی اونا را تقویت کنند، کمک کنند، هزینه کنی برای بچه تو. مادران تلاش کنند و کوشش کنند، این مادران عاقلان، مادران هوشمندان. بچه اگر بی دانش باشه، بی علم باشه، بی سواد باشه، همه ما مسئول میشیم. اگر بچه قرآن یاد نگیره و بچه دین نماز بلد نباشه، همه ما جواب خدا را باید بدیم. مسئول من و شما. بچه کسی که میاره اینطور نمیشه که بیاره و رها کنه، فردا این بچه رها شده میبره به جهنم پدر و مادرش را. همینطور که همین بچه پدر و مادر را به بهشت هم میبره. اگر رسیدگی بکنم به بچه، فرق نمیکنه دختر و پسر. صحبت از فرزند دختر یا پسر، همه باید تربیت اسلامی بشه، تربیت دینی بشه، اخلاق مسلمانان را یاد بگیره، بره درس بخونه دانشگاه ها، بره مدارس دولتی آموزش و پرورش. و ما گله داریم از آموزش و پرورش زاهدان و از وزارت خانه آموزش وزارت هم سخت گله داریم، نه کمی گله. نامه من نوشتم به رئیس محترم جمهور، به وزارت آموزش و پرورش منعکس کرده و هیچ آثار رسیدگی نیست و ما حق داریم که بالاخره اینجا اکثریت استان تشکیل میدیم و حالا همه ما یکی هستیم مردم استان، ما سیستانی و بلوچ و فارس و شیعه و سنی نداریم، ما یک خانواده ایم، ولی شما مجبور میکنید ما را که ما بگیم ما 70%، ولی شما ما را به این حرف میکشید. شما ببینید وضعیت اداره کل چطوره. چرا انصاف نیست؟ چرا انصاف نیست؟ یک ملتی که حرف نمیزنه و صحبت نمیکنه همینطور باید با او رفتار بشه که شما رفتار میکنید. آموزش و پرورش باید به نحو رفتار بشه که همه اقوام اینجا را ببینید، مذاهب اینجا را ببینید کنار همان. شما حق ما را ضایع کردید، حق ما ضایع. ما 44 ساله که ما دنبال همین موضوعیم. شما یک مدیر کل آموزش و پرورش تا الان اینجا بلوچ اهل سنت نگذاشتید. کجای انصاف توی دنیا؟ شما
هرچه ما افراد شایسته الان داریم در جامعه، افراد قوی داریم و این را ما میبریم تا بالا، از بالا شما فرد کردید این را بر نداشتید. این انصافه؟ آیا این درسته؟ برادریه، اخوته؟ آموزش پرورش باید شکایات که میفرستیم معلوم نیست که آخر به کجا میرسند و اینها، این شکایت ها، این گفتمان. بالاخره این شما شرایط الان میبینید که تو مملکت چطور هست. بالاخره این ما نمیگیم که همه این مردم که معترضن همه اینها کار دشمنه. ما نمیگیم کار دشمن نیست، دشمن که از خدا میخواهد، ولی رسیدگی بکنید، شما به این مردم رسیدگی بکنید، نگذارید که این مطالبات مردم انباشته بشه، خواسته های مردم انباشته بشه و یک جرقه‌ای که پیش بیاید مردم بریزن توی خیابان ها. ما خیرخواه شماییم. اینجا جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی، جمهوریت به معنی آزادیه، به معنی این که حاکمیت و سرنوشت به دست ملته و اسلامی این جمهوریت تقویت میکند. همون اسلام شما بینید، ما به کدام اسلام ما حساب میکنیم؟ اسلام حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. شما زندگی حضرت رسول ببینید که چگونه به مردم بوده، در خدمت مردم بوده، حرف مردم شنیده آن حضرت صلی الله علیه وسلم. و قرآن منافقین هر کسی این می آمد حرف میزد، اون میاد حرف میزد، اون می آمد، میخواستم وقت آن حضرت را بگیرن، ولی آن حضرت حرف همه را گوش میکرد و گفته که آن حضرت گوشه، قل هو و یقولون هو اذن. آن حضرت هم میگفتن که گوشه، یعنی سراطفا گوشه، هرچه بگید میشنود. الله میگه که خیره برای شما، قل هو خیر لکم. این خیره که حضرت رسول گوش هست و میشنود حرف هر کسی را. این رحمت خدایه که حضرت مهربانه، حاکم وقت مهربان باشه حرف مردم بشنود. شما حرف مردمتون بشنوید. تو این کشور دانشگاهی است، دانشگاه هست، تو این کشور حوزه است، مدارس دینی، علمای شیعه و سنی هستند و توی این کشور انسانهای فرهیخته هست، نخبه هست، صاحب نظر هست. مردم ایران مردم روشنی هستند. حرف این را گوش کنید. ما از دیری که به عنوان خیرخواه همین میگیم تریبون آزاد بگذارید. ما این حرفا رو میشنویم. مردم انتقاد دارن روی مسئله گزینش در مجلس، گزینشایی که اونجا میشه بالاخره افراد و برای نمایندگی مجلس، برای ریاست جمهوری، برای خبرگان رهبری مردم حرف دارن، نه مردم بازار و کشاورز و دامدار، نخبگان حرف دارن، صاحب نظر حرف دارن که گزینش توش مشکل وجود داره. باید چارچوب مقدار وسیع‌تر کنید، دایره مقدار گشاده‌تر بکنید که طیف‌های مختلف بیاین و بتونه این کشور او جایگاه اصلیش را پیدا بکنه. و وقتی که نظرات مختلف، طیف‌های مختلف، تفکرات مختلف میآیند، بالاخره او وقت رشد میکنه بیشتر کشور. حرف میزنند، همه حرف که زده بشه راه باز میشه، مخالف و موافق. حرف دارن مردم توی خیلی مسائل، توی آزادیشون مردم بیشتر آزادی بدید. ملت نیاز داره به طیفه مختلفشون به آزادی بیشتر. کشور پلیسی نکنید، کشور امنیتی نکنید، کشور به دست امنیت و پلیس نسپارید، کشور به دست سیاسیون بدید، صاحبان اندیشه، صاحبان نظر. حالا پلیس هم وظیفه داره،
و امنیتی ها میدان دارن، هر کسی میدان داره، هر کسی در میدانش او را قرار بده و این میتونه که کشور امنیت کشور تامین بکنه، این میتونه ملت ایران را حفظ بکنه، این میتونه مردمی بودن شما را، مردمی بودن نظام را، مردمی بودن حاکمیت را نگهداری بکنه و الا ریزش میشه، نه هر روز به ناراضگی ها اضافه میشه، هر روز اعتراضات بیشتر میشه و شما این حرف مردم گوش بکنید. 40 سال 44 سال من افسوسی در دلم هست که من کسی را ندیدم که از جانب حاکمیت بگه اینجا وضعیت چطوره، شما نظرتون چیه، برم به دیگران بپرسن که شما نظری دارید، پیشنهادی دارید، پیشنهاد مردم را ببرن و به هر حال جمهوری اسلامی باید یک جمهوری باشه که از تمام جمهوری دنیا بیشتر حرف مردم رو گوش کنه، به مردم متکی باشه و ما خیر همه را میخواهیم، هم خیرخواه ملت، هم خیرخواه حاکمیت هستیم، از روی خیر ما به هر حال این پیشنهادها را میدیم که توی جامعه ما امروز التهاب موجوده و این التهاب ببینید که چه خواسته این مردم دارن، فشار اقتصادی سر مردمه، فشار معیشتی سر مردمه، مردم آزادی میخواهند، مردم نیاز دارن به بسیاری از مسائل که حرفشون شنیده بشه و اینها را شما رسیدگی کنید. اینها ملت ایران، اینها در سانحه‌های مختلف حمایت کردند از شما، همکاری کردند، شما پیام دادید، همه ما حرف شما را گوش کردیم، حرف حاکم، حرف مسئولان نظام، ملت گوش کرده، شما هم حرف مردم ملتتون رو گوش کنید. این به نفعه، این به خیره. با سلاح و قدرت نمیشه یک نظامی را و حکومت را نگهداری کرد. شما تغییرات سیاسی بیاورید و از مردم بپرسید، تریبون آزاد در اختیار مردم بگذارید، در رابطه با برجام هم تریبون آزاد بگذارید که مردم حرفشون بزنن، با یک طیف خاص تنها مشوره نشه، همه چیز را شما تنها دولتی نکنید، مشورت عام بگذارید. آن حضرت از زنان حرف مشورت گرفتن، حرف یک زن ام سلمه زوجه مطهره آن حضرت در حدیبیه بالاترین مشکل حل کرد. آن حضرت خیمه آمدن، پریشان بودن، مفتی صحابه صلح نوشته شده که سال آینده ما بیاییم عمره، امسال ما احراممون اینجا باز کنیم، برگردیم به مدینه منوره، هدایایمون را بکشیم و من صحابه را میگم هیچ کسی حاضر نیست که سر بتراشه، هیچ کسی حاضر نیست از احرام خود را خارج کنه. بر صحابه سخت. ام سلمه عرض کرد که یا رسول الله شما با هیچ کسی حرف نزن، برو هدیه خود را بکش و سر خود را حل کن، هیچ حرف نزن با کسی. مردم ببینن که شما سر حل کردید و ایران میخوان، همه مردم این کار میکنن. همونطور شد وقتی آن هدیه خود را ضبط کرد، کشت و نهار کرد و سرش را تراشید، دستور داد سرش را حل کردن، دیگه صحابه همه شروع کردن و این تاثیر یک زن، این زنان به هر حال بسیاری جز حرفشون را کشاست. این نیست که عقل تنها با مردانه، نه، خیلی جز آنها مشورتشون بگیر، حرفشون اگه درست بوده حرفشون باید بگیریم. و همینطور شما تریبون آزاد، این چند سال قبل من این عرض کردم که اگر شما تریبون آزاد بگذارید مردم حرفشون بزنن، حرفای خوب مردم بردارید، من نمیگم حرف بردارید، در به گفتمان باز کنید با مردم، در به حرف زدن مردم حرفشون بزنن، عقدهشون خالی میشه و بعد حرفای خوب مردم شما عمل کنید. این خیر شما، این نفع شمایه.
ولی شما با یک طیف خاص تصمیم میگیرید بیرون، مردم اونایی که بیرون اونا را سوال کنید که در بیان مردمان. و لحظه این تصمیم مثل همون تصمیم سوخت چقدر تصمیم غلطی بود، چه فاجعه در کشور و همون تصمیم گرفتند و بالاخره اجرا کردن مسئله سوختا و مردم توی خیابان آمدن و چقدر مردم تلف شد و کشته شد و تدبیر میکردن. این اتفاق بیش نمی آمد. الان همه به این نتیجه رسیدن، همون مسئولان که تشبیه اشتباهی بود و لحظه بقیه همینطور. واقعا به مهسا امینی خانمی که به هر حال تلف شد واقعا ضایعی بود و به ایشون و خانوادهشون واقعا ظلم بزرگی شد و شایسته بود که این مسئله را بلافاصله کسانی که مقصرن بلافاصله علنا به پای محاکمه کشیده بشن. لازم نیست که فرمانده را ما طولانی بکنه، یک فرمانده که باید فوری رسیدگی بشه، یک فوریت، دو فوریت مجلس که میدی توی لایه هایی که می آید، لحظه این فوریت رسیدگی می کردن. اگر این عاملان مقصران مجازات می شدن علنا، مردم تسلی پیدا می کردن. بسیاری جا که مامورین تقصیر دارن، نمیگی همه جا، ولی باید که مامور مقصر نباید مورد حمایت قرار بگه، نباید پرده پوشی بشه، برای اینکه جرم مامور بسیار سنگینی. اگر مامور خطا کنه، کسی که نان نظام میخوره، کسی که نان ملت میخوره، نباید دچار خطا بشه. اگر خطا بکنه باید علنا مجازات بشه تا ای که مورد مردم تسلی بشه. این خیلی حکمتی اینه. و توی همین مسئله که در چابهار مطرح است توی فضای مجازی و بالاخره انتقادهای از ما و از علمای منطقه هست که شما سکوت اختیار کردید و چیزی نگفتید. تو این حادثه ما سکوت من کردیم، ولی سکوت من معناداره. من میگم ببین روشن بشه که چی پیش آمده. ما مسئله که پیش میاد نمیتوانیم بلافاصله موضوعگیری کنیم. ما میخوایم بررسی بشه که یک وقتی ما هم دوچار اشتباه نشیم، واقعیت روشن بشه. ما از همون طرفی که برای اون مسائل پیش آمده حرف خودش را بشنویم که آقا چه اتفاقی پیش آمده. به هر حال ما انتظارمون از مسئولین امر اینه که این موضوع را به حساسیت پیگیری بکنن، به حساسیت بررسی بکنن و به ما هم پیغام دادن که ما این موضوع را با حساسیت پیگیری میکنیم و واقعیت روشن بشه که به هر حال چه اندازه جرمی انجام گرفته و یا بالاخره چه اندازه مشکل ایجاد شده. این با بررسی و دقت نظر و اینکه به هر حال شفاف سازی بشه، خود مسئولین شفاف سازی بکنن در این موضوع و خدا را در نظر بگیرن، بی‌طرفانه حق کسی ضایع نشه. و توصیه ما هم آن است که در مسائل قضایی و در این مسائلی که به هر حال بازجویی میکنن زنان را، باید یک حتما دستیار زنی نشسته باشه با بازجو، با قاضی و با هیچ زنی تنها ننشینن. آن حضرت با هیچ زنی تنها ننشست و من کرد که هیچ کسی با زن تنها ننشینه. اینجا خیلی زنان مراجعه میکرده خدمت حضرت مولانا عبدالعزیز، هرگز حضرت مولانا عبدالعزیز تنها با هیچ زنی توی زندگی ننشست، خانواده خود را می آورد. ما هم الحمدلله شیوه من همین دستور شریعته. زنان گاهی میگن ما حرف تنهایی داریم، ما میگیم با هیچ زنی ما نمیتونیم، ولو این که زن 70-80 ساله بشه و ما نمیتونیم، چون شریعت من کرده که هر زن و مردی که تنها باشه سوم شیطانه. و لحاظا
کسی دیگری اینجا بگه بشینه، مردی بیه بشینه. بالاخره به جای یک مرد دو مرد باشن، به جای یک بازجو دو باشن، دستیار زن داشته باشن. زنها هم معتقدیم که توی مسئله حجاب هم مردان نباید هیچ مرد. از لحاظ ما نمیدانیم که دولت مردان و بزرگان دیگه چه فکر میکنن توی این مسئله، ولی ما از لحاظ شرعی اجازه نمیدیم به هیچ مامور مرد که دست دختری کسی را بگیره، دست زنی کسی را بگیره. بله. ولو اینکه سرش برهنه باشه، ولو اینکه سر برهنه کردن، خب این خلاف شرع هست، ولی دست گرفتن هم خلاف شرعه. شما منکر با منکر نمیتونید اصلاح کنید. هیچ پلیس مرد از دیدگاه فقهی ما حق نداره که پای زن بگیره و بکشه بیندازه توی ماشین بیندازه. این مسئله بهترین افراد خود زنان بالاخره اگر مسائل که مربوط به زنانه خود زنها باشه، طرف حساب هم زن باشه و بیشتر از نصیحت کار بگیرن و بیشتر راهنمایی کار بگیرن، حساسیت درست نکنن، دشمنان سوء استفاده نکنن، راه سوء استفاده دشمن ببندن. و لحاظا ما امیدواریم که مسئولین امر، حرف ملت و خیرخواهان و دانشگاهی ها و حوزوی ها و جامعه بهرحال ایرانی که در اونها هر طیف موجود، حرف اونها مشورت اونها راهگشا خواهد شد. حرف اینها را بشنوم، با اینها مشورت کنن، مردمی فکر کنن و وقتی که نیاز دارن که مردمون را حمایت کنن، همکاری بکنن توی سانحه، لحظه مردم خودشون داشته باشن و الله تعالی توفیق عنایت کنه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.